اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الهی که دعاهای حضرت زینت عبادت کنندگان سید الساجدین علی ابن الحسین علیهم السلام در حق همه من و شما به اجابت برسه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد مجدد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با نهایت افتخار این نوبت هم محضر استاد محمدی شاهرودی عزیز و گرانقدر هستیم. آقا سلام، خیر و مقدم، خیلی خوش آمدید، خوشحالیم از زیارت. سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، بنده هم خوشحالم که خدمت شما و همه دوستان عزیز مخلصیم. ان شاء الله که آنچه به صلاح دین و دنیا و آخرت ما و شماست بر زبان ما و شما جاری بشه. زنده باشی ان شاء الله مورد استفاده دوستان هم الهی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز و آرزوی سلامتی، طول عمر، توفیقات روزافزون، آرزوی قبولی طاعات، عبادات و کاری که انجام میدید اینجا در این ماه مبارک رمضان. نفس کشیدن شما هم تسبیح، خوابیدنتون هم عبادت، نومکم فیه عباده، انفاسکم فیه تسبیح، دعاکم فیه مستجاب، اعمالکم فیه مقبوله. خلاصه از این فرصت ها انشاءالله بهترین استفاده رو خواهید برد انشاءالله. از امام سوال کردن اینکه پیامبر فرمودن تفکر ساعتن افضل من عبادت سنه یا 70 سنه، هر دو رو داریم. 1 ساعت اندیشیدن از 70 سال عبادت، یعنی 1 عمر عبادت فضیلتش و ارزشش بیشتره. سوال کردن که درباره چی فکر کنیم؟ مثلا انسان فکر کنه که حالا افطار چی بخوره، بعد بگیم که 1 ساعت فکر کردن از 70 سال عبادت، جهاد و نماز و همه عبادت رو جمع کنید 70 سال به اندازه نسبتش خیلی نسبت عجیبیه. آره. 1 ساعت تفکر، 70 سال عبادت. و ساعت هم معنی 60 دقیقه نیست. ممکنه این ساعت مثلا 1 ربع باشه، 20 دقیقه باشه. آره. یه برهه تیکه از زمان که انسان فکر کنه به نتیجه برسه که قرآن خیلی فکری چه فکری هست. خیلی همین قرآن انقدر دعوت تفکر میکنه. فی خلق السماوات و الارض اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. سبحانه. یعنی نتیجه میگیرن، تفکر میکنن، به نتیجه میرسن. ربنا ما خلقت هذا باطلا. از امام سوال کردن درباره چی فکر کنیم؟ فرمود درباره مرگ، درباره مقصد. که مقصد کجاست؟ 1 ساعت انسان بنشینه فکر کنه، مقصد رو پیدا بکنه، بعد حرکت کنه، بعد نماز بخونه. نماز پله پله انسان میبره بالا. الصلاة معراج المؤمن. این جنس تفکری که انقدر ارزش داره و این بحثایی که ما الان خدمت دوستان داریم از همین جنسه. که خب ما بحث بعدیمون اینه که ما چه دلیلی بر وجود معاد داریم. یعنی شما که نرفتی ببینی که چه دلیل میگی که اونجا هست، عالم دیگری هست؟ این سوالی که خب زیاد پرسیده میشه. برای اثباتش خب 2 تا راه وجود داره. یکی این که از راه اندیشمندان و حکما و متکلمین بریم، اونها برهان قائم میکنن صغرا و کبرا و نتیجه میگیرن. یکی از راه قرآن بریم که راه قرآن به نظر ما خیلی راه مناسبتر و بهتر و دلچسبتری است. قرآن گام به گام جلو میره. چون در بقیه موارد اینجوریه، میخواد شراب حرام کنه، یه باره نمیگه شراب حرام، به تدریج گام به گام میره جلو تا اونجایی که دیگه زمین آماده شد، اون وقت اونجا حرف آخر رو میزنه. اول میاد میگه که خب شما که میگید معاد نیست، کسانی که انکار میکنن معاد رو، چرا امکان نداره که معاد باشه؟ آیا خلاف عقل این امکان معاد رو شما چطور میتونید ثابت کنید؟ انکار امکان معاد چطور میتونید ثابت کنید؟ بعد خودش میاد راجع به امکانش صحبت میکنه. میگه که خب ما عرض کنم که انسان نبود، خلقش کردیم، حالا نمیتونیم دوباره اینی که خلقش کردیم رو باز برش گردیم مثل اول. و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم قل یحییها الذی انشاها اول مره و هو بكل خلق علیم.
اون ابی بن خلف اومد یه استخوان پیدا کرد و الان میرم محمد رو محکومش میکنم. اومد خدمت پیامبر، استخوان رو پوت کرد که من یحیی هذه العظام، کی میتونه این استخوان پوسیده رو دوباره زنده کنه؟ و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه، اون آفرینش نخستینش رو فراموش کرده بود، اینجوری استدلال میکرد. پیامبر بهش او که یحیی الذی انشأها اول مره، همون کسی که اولین بار تو رو خلق کرده اون دوباره هم میتونه خلقت کنه. چرا انکار میکنی؟ امکانش که هست دیگه. امکان این که اون کسی که یک بار خلق کرده که نبودی، نقشت نبود، مواد اولیت نبود، تجربت نبود، قالبت نبود، صورتت نبود، اینا نبود دیگه، از هیچی نبود، خدا خلقت کرده. حالا که همه اینها هست، موادش هست، همه چیش موجوده دیگه، صورتش هست، تجربهش هست. البته خدا نیاز به این چیزا نداره، ولی حالا به عقلی که تو داری میگی. بله شما که میگی چرا میگی نه؟ پس امکانش هست. درباره حالا امکان نمونه‌های دیگه هم قرآن ذکر کرده که حالا انشاءالله در برنامه‌های دیگه ما به نمونه‌های دیگه از امکان معاد، که کسی نگه معاد ممکن نیست، امکانش صحبت می‌کنیم. بعد بریم گام‌های بعدی که تا برسیم به حتمیت و ضرورتش ان شاء الله. خیلی خیلی ممنونم استاد محمدی شاهرودی عزیز. این مباحث ابتدایی شما، بحث ریشه‌ای و اساسی و پایه‌ای موضوع مرگ و قیامت و معاد هستش که میشنویم و لذت میبریم و بعدش در واقع بستری فراهم میشه که ما سوالات شما رو مطرح بکنیم. خیلی خیلی ممنونم از اینجا. اجازه میدین بریم برگردیم بعد سوالات مردم بپرسیم. بفرمایید. خواهش می‌کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با افتخار سوالات شما پیش روی منه و میپرسم از محضر استاد ضمن تشکر بابت همه محبت ها و دست نوازشی که به سر روی یاد خدا میکشین. وقتی گفته میشه اموات شبهای جمعه به خونشون سر میزنن، خانواده خودشون در همون حالتی که هستن میبینن یا فقط یه ارتباط احساسی و ایناست؟ نه، فراتر از احساسه که ما میگیم، اونها مطلع میشن. منتها شاید قبلا هم گفته باشیم که اگر مؤمن باشن اون چیزی باعث ناراحتیشون بشه اونها رو مطلع نمیشن، پنهان میکنن ازشون، ولی از حال و هواشون مطلع میشن و اگر ببینن در چه حالی دارن زندگی میکنن، بر حسب همون حالتی که دارن تقاضاهایی دارن. مهمترین تقاضاشون اینه که حالا تو روایت داریم مثلا به شکل یک پرنده لطیف، که حالا خود این لطیف یعنی جسم نداره، جرم نداره، اونجا احاطه پیدا میکنن، اشراف پیدا میکنن، حوادث رو میبینن. تقاضاشون اینه که به یاد ما باشید، یعنی این اموال دست ما بود، ما به موقع استفاده نکردیم، آنچه که میتونیم انجام بدیم انجام ندادیم، حالا الان دست شماست، به یاد ما باشید، ما به شدت نیاز داریم. و مهمترین حرفشون همینه، محوری‌ترین حرفشون اینه که به یادشون باشیم و از همین چیزی که مال خودشون بود خیرات بدیم براشون و به نیت اونها. خیلی ممنون. مناسبت هایی که ما توی دنیا داریم مثل عزا و شادی اهل بیت، آیا برزخیان متوجه این مناسبت ها میشن؟ بله، همونطور که در جمعه مثلا شب‌های جمعه، روزهای جمعه اونها حال بهتری دارن مؤمنین و به نوعی میشه گفت مثلا یک نوع مرخصی داشته باشن و وضعشون بهتر باشه. اون ایام هم همینطوره، برکات اون ایام متساعد میشه و به اونها میرسه، چون اونها اشراف دارن به ما، اشراق دارن به ما، برکات اون ایام و اون روزها اونها رو فرا میگیره و خوشحال هستن اون ایامی که مثلا فرض عبادت میشه، مثلا ماه مبارک رمضان که درهای رحمت خدا بازه، این رحمت ها به اونها هم میرسه. خیراتی هم که ما انجام میدیم چند برابر سایر ماه ها بهشون میرسه. یعنی وقتی که عمل ما در ماه مبارک رمضان یا در جمعه ضریب میخوره، در جمعه 2 برابر میشه. خب کاری که شما جمعه برای مرده انجام میدید اون ضرب در 2 میشه و خب میفهمی که این ضریب به خاطر جمعه هست. در ماه مبارک رمضان همینطور، یا شما یه آیه قرآن بهشون هدیه بکنید، یک ختم قرآن هدیه کردید، این ضریب خوردن رو متوجه میشه و میفهمه که این به خاطر ماه مبارک رمضانه که رحمت خدا در این ماه نازل شده، درهای رحمت خدا بازه و درهای غضب بسته هست. اینها رو کاملا متوجه میشن. خیلی ممنونم. گفتن که چیکار کنیم خواب امواتمون رو ببینیم؟
منم خیلی دلم میخواد خواب بابام ببینم. اولا که حالا خواب دیدن ها به علل و عوامل متعددی وابسته هست. من تا اینا مقدمتا عرض میکنم که آیا مثلا حالا ضرورتی داره انسان خواب ببینه یا خواب اثری داره؟ مثلا بیشتر رو دلتنگیه، میدونی؟ آره این آدم چند سال یه عزیزش رو از دست داده، دلش میخواد مثلا ببینتش، از احوالش با خبر بشه شاید مثلا. احوال که نمیشه گفت که من از احوالش با خبر شدم، چون نمیشه. اگه حجت بود، نه مثلا حسش اینه که اگه من مثلا پدرم از دنیا رفته او رو در حالت خوب و خوشایندی ببینم، اون بس مثلا جاش خوبه دیگه. و همین ممکنه که اون دلیلش ذهنیات خودش باشه. بله. تو ذهنیات خودش این تصوری داشته، تو بایگانی ذهنش که وضعش خوبه، اونجا تو خواب هم خوب میبینه. تو ذهن خودش این بود که ایشون اونجا گرفتاره و وضع بدی داره. اینا تاثیر داره، علت تامه نیست ها. چون از اینا که من میگم به من علت تامه نمیگم، یک علت ناقصه مؤثر. این یک مطلب بعد این که بهترین راه برای اینکه انسان بخواد با اموات ارتباط داشته باشه تهذیب نفسه، که ادراکات برزخیش به کار بیفته، هر لحظه که تصمیم گرفت باشون ارتباط برقرار کنه و ببیندشون، باشون صحبت کنه و به طور حقیقی، نه رویا. برای خواب دیدن دستورالعمل‌های ما داریم در کتب مختلف، از جمله در همین مفاتیح دستورالعمل‌هایی هست که هر کس بخواد خوابی ببینه، مراد خودش خواب ببینه، این کار رو انجام بده. اون هم سوره‌های قرآن هست، مثلا واللیل و سوره از این قبیل، که اگر بخونه حالا شب اول تا شب هفتم این اتفاق خواهد افتاد. تو کتاب‌های دیگه هم باز دستورالعمل‌های دیگه هست. مثلا یادم میاد در این کتاب سراج الشیعه من دستورالعمل‌های دیده باشم مفصل‌تر از اون که در مفاتیح هست. در مجامع روایی ما راه‌هایی برای خواب دیدن اون شخصی که انسان خواد خوابش ببینه وجود داره که آدم، کسانی که دنبال این قضیه هستن اون کار رو انجام بدن تا مراد خودشون در خواب ببینن. بله، خیلی ممنونم. گفتن آیا این موضوع صحت داره که ما بعد از مرگ با تجسم اعمال خودمون محشور میشیم؟ علت داشتن دوستان که انسان چند بار با اعمال خودش روبرو میشه. یکیش قبل از قبض روحه، قبل از اینکه انسان قبض روح بشه با اعمالش مواجه میشه. بله. یه حدیث خیلی طولانی از امیرالمومنین علیه السلام داریم که فرمود که در آخرین روز از روزهای دنیا و اولین روز از روزهای آخرت انسان یه چهره در مقابلش ممثل میشه، چهره مثل انسان. ازش میپرسه تو کی هستی؟ میگه من دارایی های تو، اموال تو هستم. میگه خب من برای تو زحمت کشیدم، چنین کردم، چنان کردم، الانم که وضع منو میبینی در حالت احتضار دیگه. چه به درد من میخوری؟ دارایی بهش میگه تو بنده یک کفن از من حق داری، کفن تو بگیر، بقیه‌اش دیگه مال تو نیست، حق نداری ببری. دیگه تمام شد. از این ناامید میشه. چهره دومی در مقابلش ممثل میشه، از میپرسه تو کی هستی؟ میگه من اهل تو هستم. اهل یعنی چه؟ خانواده، همسر و فرزند و پدر و مادر و برادر و خواهر. میگه خب من مثلا برای شما زحمت کشیدم، چنین کردم، چنان کردم، آسایش شما رو آسایش خودم ترجیح دادم و الی کاری که معمولا انسان ها میکنن. حالا وضع منو میبینید چه حالی دارم، چون اونا چهره برزخی ان، حال معتضر رو میبینن که چجوره، چه کاری از دست شما ساخته هست. میگن که ما تا تو قبر تو رو همراهی میکنیم، دفنت میکنیم، بالا تو میپوشیم، برمیگردیم، دیگه کاری از دست ما ساخته نیست. این چهره هم ناامید میشه. چهره سومی در مقابلش ممثل میشه. از اون چهره میپرسه تو کی هستی؟ میگه من اعمال تو هستم. کارهای دارایی، اهل، اعمال. بله. تو روایت اینجوری داره که انسان به عمل میگه من نسبت به تو اکراه داشتم، خیلی راحت نبودم با رمضان روزه بگیرم، روزه برام سخت بود، نسبت به تو اکراه داشتم، سختم بود بلندشم مثلا فرض کنم که نماز بخونم، روزه بگیرم، واجبات مالی رو پرداخت کنم، سخت بود. این مطلب اینه که من نسبت به تو اکراه داشتم، حالا هم وضع منو میبینی، چه به درد من میخوری؟ عمل میگه من هرگز از تو جدا نمیشم، تو قبر همراهتم، تو قیامت اصلا بهشت تو و خود منم،
یا خدای نکرده اگه اهل گناه باشه، گناه میگه خود منم. این اتفاق رو خیلی ها دیدن. آره، طرف مثلا فرض کنید که حالا این داستان من بگم، مرحوم علامه تهرانی تو کتاب معاد شناسیشون این بحث آوردن و با سند هم هست. مرحوم شیخ بهایی دوستی داشت کنار قبرستان تخت فولاد اصفهان. این قبرستان خیلی قدیمی و عتیق و شخصیت‌های اونجا دفنن. این قبرستان همتراز قبرستان بقیع در مدینه و قبرستان هجون در مکه، قبرستان ابوطالب. دوستی داشت کنار این قبرستان و منزلش اونجا بود. بهش گفت که آخرین خاطره زیبایی که دیدی میخوام برای من تعریف کنی. گفت باشه. من کنار در خونم نشسته بودم، یه مرده آوردن یه گوشه قبرستان دفن کردن. طولی نکشیدم یک بوی عطر عجیبی فضا رو پر کرد که همه عمرم چنین بوی عطر استشمام نکرده بودم. نگاه کردم یک جوان زیبایی که قابل وصف نیست زیباییش، از حال لباس و بدن هست، هر نظر که انسان نگاه کنه انقدر زیباست که نظیرش ما ندیده بودیم. این جوان رفت اون قبر ناپدید شد. ساعتی گذشت دیدم یک بوی گند عجیبی باز فضا رو پر کرد که هرگز چنین بوی گندی رو من استشمام نکردم همه عمرم. دیدم یک سگ سیاه وحشتناکی که انسان نگاهش میکنه مو بر اندامش راست میشه. حالا این سگ که میگیم در واقع دیگه کلمه دیگه ای نیست، این دیده بود شبیه سگ بود، ولی حقیقت سگ یه چیز دیگه است. گفت اینم رفت اون قبر ناپدید شد. توی نکشید دیدم اون جوونی که با اون زیبایی رفته بود حالا زخمی و خونالود و با لباسای پاره و خاکی اینها از قبر اومده بیرون داره میره. رفتم جلوش گفتم به حق اون خدایی که تو رو انقدر زیبا خلق کرده بگو من چی دارم میبینم، قضیه چیه، تو کی هستی؟ اون گفت من اعمال نیکین شخصی بودم که دفن شد و رفتم که تا قیامت پیشش باشم، انیس و مونسش باشم، دلداریش بدم، با هم انس داشته باشیم. اون سگ سیاه وحشتناکی هم که دیدی اعمال زشت و اعمال بدش بود. اومد تو قبر، ما با هم درگیر شدیم، گلاویز شدیم که یکیمون باید میموندیم دیگه. زور از من زیادتر بود، من رو از قبر بیرون کرد و خودش اونجا موند. خب اعمال رو انسان یکی قبل از قبض روح میبینه که همین گفتم تمثل عمل رو میبینه که میگه دل خوشی هم ندارم. دوم تو عالم برزخ انسان حقیقت عملش رو میبینه، یعنی چهره برزخی عملش، یعنی تمثل برزخی عمل انسان در عالم برزخ کاملا براش مشاهده. و سوم در قیامت تجسم قیامتی عمل رو میبینه. درست. پس 3 مرحله: قبل از قبض روح، در عالم برزخ تمثل برزخی اعمال، در قیامت هم تجسم حقیقی عمل که اونجا روشن میشه. که تو قرآن ما آیات فراوانی داریم که بر تجسم عمل دلالت داره. خلاصه هر جا بریم اعمال با همون هسته، چسبیدن بهمون. خیلی حواسون باید باشه. پیامبر اومد فرمودش پیش گفت که یا رسول الله نصیحتم کن. گفت که سفری در پیش داری که باید یک همراه داشته باشید، همراهی که خوب باشه، چنین باشه، اون همراه هم از تو جدا نیست. پرسید چیه؟ گفت عمل. عمل خوبی داشته باشه که همراه خوبی داشته باشه. بعد اینجوری هم نیست که فکر کنیم مثلا فقط عمل، نه فقط اون چیزی که تو ذهن میگه الاعمال به نیات. بله نیت هم هست، اونم هست، اونم جزء عمله. بله اونم جزء عمله. خیلی باید حواسمون جمع باشه. پناه بر خدا فرصت اصلاح این سبک زندگی به لحاظ عمل و فکر و این جنسی که آقا فرمودن در این شب‌ها روزها فراهم مردم در ماه مبارک رمضان. خدا کنه که این عادت‌های غلط رفتاری و فکری و ذهنی رو که به سمت و سوی گناه و ایناست بتونیم به برکت ماه مبارک رمضان برطرفش بکنیم. نه آقا؟ بله درست. شما هم دعا کنید. بله. دست شما درد نکنه. بریم برگردیم. بفرمایید. خواهش می‌کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آیات 9 و 10 سوره مبارکه کهف رو با هم دیگه تلاوت کردیم. داستان مشهور اصحاب کهف و حالا به نظرم خوبه که یک کوچولو ماجرا راجبش برام صحبت بکنم با توجه به ارتباط مستقیمی که با بحث داره. بله این بحث در واقع همون بحث مقدماتی ما گفتیم که قرآن با بیان این موارد امکان معاد رو ثابت میکنه. میبینید ما اینها 309 سال
مردن 300 سال شمسی، 309 سال قمری. و این جالب، قرآن با یک واو اضافه کردن، هر دو تاریخ آورده. شما اگر شمسی حساب کنید دقیقا میشه 300 سال، قمری که میشه 9 سال اضافه میشه 309 سال. و از داد و تسعن 9 آره اضافه کنید 9 رو. خب اینا 309 سال مردن، دوباره زنده شدن یا خوابیدن. اون خدایی که قادر این کارو بکنه امکان نداره که شما رو دوباره زنده بکنه. بعد از 309 سال اینها رو از خواب بیدار کرد. نمیتونه شما که مردید دوباره زندهتون کنه. چرا؟ پس امکان معاد هست. این برمیگرده به اون بحث اول که ما داشتیم که اولین گام قرآن امکان معاده. مطلب دوم این که خب این مثال رو برای بحث معاد میزنه، چون بحث بود بین اون مردم اون زمان که بعضی منکر معاد بودن، بعضی معاد رو قبول داشتن. قرآن این داستان رو نقل کرد که اون کسانی که منکر معادن جوابشون رو بده. درست. و خودش هم در آخر آیاتی که چند آیه بعدش میگه که این گونه ما مرده ها رو زنده میکنیم. مطلب بعد این که خب این آیه بودن که به ایمان رسیده بودن، زمان دقیانوس بود و اون مشرک بود و عرض کنم که قبول نداشتن خدا رو. اینها جدا شدن از مردم. انهم فتیتون آمنوا بربهم و زدناهم هدی. خدا هم بر هدایتشون افزود. اینا جوان هم نبودن، میان سال و کهن سال بودن، چون مشاوران امپراتور بودن. اینا آدم کوچیکی نبودن. اما چون دلشون جوان بود، چون فکرشون جوان بود، چون عقلشون جوان بود، چون کارشون کار جوان بود، قرآن اینها رو به عنوان جوان معرفی میکنه. پس گاهی ممکن انسان خودش پیر باشه، عقلش جوان باشه. امام رحمت الله علیه سنشون بالا 80 سال بود، اما دلشون جوانتر از یک جوان 25 ساله بود. همین داشتم فکر کردم، دل جوانه اما عقل چه اشکالی داره همون سن خودش باشه، پیری باشه؟ چون عقل هر چی سن میره بالاتر مگه پخته تر نمیشه؟ نه، گاهی عقلم فرسوده میشه، آلزایمر میگیره و نمیدونم چی. آخه میگن جوان خیلی هنوز عقلش. نه، ممکنه جوان باشه منتها عاقل، و ممکنه پیر باشه و غیر عاقل. اون پیر غیر عاقل، عرض کنم که اون جوانی که عاقل نیست در واقع عقلش پیره. اون پیری که عاقله عقلش جوانه. به معنای پیر به معنای فرتوت، عقل فرتوت. و دیگه بله. خب اینا جوان نبودن ولی قرآن ها رو جوان معرفی میکنه. جوانی به سن نیست، به جوان مردیه. ممکن انسان جوان باشد ولی جوان نباشد، جوان مرد نیست. ممکنه پیر باشد ولی جوان باشد، چون جوان مرده. این نکته که تو این آیات هست. مطلب بعد این که کسانی که در راه خدا حرکت کنن، یه قدم بردارن، خدا چند قدم دیگه بهش اضافه کنه. و زدناهم هدی. نه یه قدم برداشتن، خداوند قدم های دیگه اضافه کرد که اینها به مقاماتی رسیدن و قدرشون هم دونسته میشه. بعد از هزاران سال، اینا قبل از میلاد حضرت مسیح بوده، بعداً از میلاد حضرت، بعداً همین منطقه مسیحی شدند و اون امپراتورشون مثلا موحد و مسیحی بوده. تا الان که تو قرآن یادی ازشون شده که اگه شما در راه خیر قدم بردارید برای همیشه باقی خواهید بود. بقاتون به بقای ایمانتون و به بقای این که متصل به خدا شدید. کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذوالجلال و الاکرام. اینها باقی موندن به خاطر اون قدمی که برداشتن. حالا داستان اصحاب کهف اونا دیگه مفصله که خیلی از بحث ما خارجه. دست شما درد نکنه، لطف کردین. نظرتون درباره محتوای کتاب سیاحت غرب چیه؟ اینم سوالی که از بیننده ها. به نظر ما کتاب سیاحت غرب، مرحوم آقا نجفی شخص بزرگی است. صاحب نجفی قوچانی، قبلش هم در قوچان الان زیارتگاهه. بله. ایشون مرد شریفی بوده، مرد بزرگی است و صاحب کرامات بوده. کتابای دیگه هم داره، کتاب ارزشمند دیگه هم داره غیر از اون. سیاحت شرق هم داره، اونم خوندنیه که اون در واقع بیوگرافی خودشه، زندگی نامه خودشه. اون سیاحت شرقش کتابای ارزشمند دیگه هم داره ایشون. درست. خب نویسنده آدم شخصیت بزرگی است، آیت الله نجفی قوچانی.
خدمتتون عرض کنم که به نظر ما این کتاب ترجمان آیات و روایات این حقایقی که قرآن مطرح کرده، روایات مطرح کردن ایشون قصه طور مثلا در قالب یک رمان به شکل خیلی زیبا و قلم بسیار قوی و روان نقل کرده که خیلی جذابه. اما اینکه حالا این از کجا نشأت گرفته، چند تا احتمال وجود داره. یه احتمال اینکه مرگ رو تجربه کرده باشه و همه اون چی که نوشته اون درکی باشه که از رفتن اون طرف و برگشتن اون ادراکات خودش آمده به قلم آورده به این شکل. گرچه گفتن این احتمال خیلی قوی هست، به نظر ما این احتمال خیلی قوی نیست. دومی که اینا در عالم رویا باشه، خوابی دیده که این حقایق تو اون عالم رویا دیده و بعد قلمیش کرده. و سوم این که در حالت مثلا بیهوشی و کما چنین اتفاقاتی براش افتاده باشه. و چهارم که به نظر ما این چهارم از همه قوی‌تر و احتمال خیلی بهتری هست، اینه که نه خواب بوده، نه کما بوده، نه مرده و دوباره زنده شده، نه خیال پردازیه، بعضی گفتن اصلا خیال پردازی کرده. هیچ کدام از اینها نیست. ایشون به عنوان یک عالم دین، آشنا با قرآن، آشنا با روایات، حقایقی که در آیات و روایات بوده رو اینها رو گزارش کرده، منتها گزارش هنرمندانه به زیبایی گزارش کرده. به همین دلیل میشه گفت که مطلب خوبی است و اشکالی نداره و میشه تایید کرد. منتها در حد 80%. یک 20%ش برای کار هنرمندانه تر بشه. شما همین قصه از یوسف رو اگه ملاحظه فرموده باشی، هر کدوم از این فیلمایی که ساخته شد، خب ما بخشش دیدیم که اینا رو ما قبول نداشتیم. یعنی ما این بخش قابل قبول ما نیست، چون ما از دین میفهمیم. مثلا امام علی تیکه هایش رو خب ما قبول نداشتیم، ولی برای اینکه اون جلوه های هنریش محقق بشه، اون نویسنده و کارگردان اونها ناچار شدن که اون چیزها رو حتما بیارن که اون جلوه هنری زیباتر بشه. بله. اینم مرحوم آقا نجفی به خاطر اینکه اون هنرمندانه تر بشه، زیباتر بشه، شنیدنی تر بشه. آره، یه سری پیازداغ هایی رو اضافه کرده. اوناش رو اگه هست اون پیازداغ ها شما قبول ندارین. پس حدود 80%ش متن آیات روایات، هیچ تردید درش نیست. بله. یه 20%ی رو پیازداغ هایی است که اضافه به نظر یکی دو تا، شاید بیشتر، یکی دو تاشو من شاید مثلا دیدم یا شنیدم، کار صوتی شد یا کار تصویری هم شد که متاسفانه خیلی قوی نبود، مثلا کار تصویریه، حالا باز صوتی تاثیرگذارتر تو سالهای گذشته. به نظرتون خوبه که مثلا یه کار جوندار از این در بیارن شکل مثلا تصویری و اینا یا نه؟ اگه توانمند باشن بله، ولی اگه مثلا فرض کن اون کار هنری عرض کنم که خوب و فاخر رو از این طریق سطحش بیارن پایین، که غالبا اینجوری، مگه اینکه اون طرفی که این کارو میخواد انجام بده اونم در حد از لحاظ هنری عرض میکنم، نه از لحاظ علمی ها، در حد همون هنرمندی آقا نجفی باشه. نه به عنوان مثلا یه کارگردان حرفه‌ای سینما رو، همین یه حرفه‌ای که بتونه کار فاخری ازش در بیاره. این اگه باشه خوبه. و به قول شما حالا یه سری جاهاش که باید حذفش مثلا حذف کنه یا به شکل دیگه، مثلا به شکل دیگری امروزی تر مثلا. اگه این باشه خوبه. اما من گوش نکردم، ندیدم، ولی اون که من گفتن خیلی موفق نبود. نه میگم باز صوتیه تاثیرگذارتر بود تا تصویریه که اصلا، چون از کردم اون کار آقا نجفی هنرمند بوده، نداشت باشه بعضی ها عالم های هنرمندی هن. ولی یک اثر هنری بوده در واقع این کتاب. همینطوره، اصلا قلمشون قلم قویه. بله. که من گفتم سیاحت شرق، چون قدرت قلم و زیبای قلم رو انسان تو این سیاحت شرق بهتر میبینه که چقدر هنرمند. یه وقتی هنرمندی اومده، حالا عالم بوده و چین هنری هم داشته، چین شم و قریحه هنری هم داشته، یه نفر بیاد همین کار رو به شکل امروزی رو خیلی عالی است. اما اگه غیر از این باشه اون سطحش میاد پایین. خیلی ممنونم استاد، دست شما درد نکنه. حالا به هر حال ذکر خیرشون شد، یه صلوات هم هدیه بکنیم، به نظرم خیلی ثواب کردن مثلا با این کتاب بزرگیشون. بله. و سیاحت غرب من خودم خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. مثلا قبلش رفتم زیارت کردم. آره اون مخصوصا اول اون صوتیه رو شنیدم، تحت تاثیر بعد کتابو خوندم و اینا تاثیرگذارم بود.
صلواتی رو هدیه میکنیم محضرشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. وقت برنامه‌مون هم دیگه رو به اتمام و باید خداحافظی بکنیم. استاد عزیزم اوامر ندارین؟ استاد مخلصیم. شب و روزا برای مردم نفس بزنین، دعا بکنین. چشم استاد از همه دوستان محتاجیم به دعاتون. خیلی ممنونم. دست شما درد نکنه که تا پایان برنامه خودتون رو تماشا کردین. خدا شما رو از ما نگیره. خیلی التماس دعا. یا حق. خداحافظ.